سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. uzatma یعنی کش نده. مثال نگاه کن. Ben kavga etmek istemiyorum. Lütfen uzatma. Ben به معنای من، کاوگا به معنای دعوا، اتمک انجام دادن کاری. بعد هر کلمه تصویر دیدیم مک و ماک داره، به معنی اینکه اون کلمه حالا فعل هستش. استمیورم، استمک به معنی خواستن، میور پسوند زمان حال، در اصل پسوند منفی زمان حال است. اومن پسوند فاعلی برای شخص بن هستش. گفته لطفاً یعنی لطفاً، uzatma uzatma یعنی کش نده. uzatma پس به معنی کش نده. میگه من نمیخوام دعوا کنم، لطفاً کش نده. Ben kavga etmek istemiyorum. Lütfen uzatma. که من نمیخوام دعوا کنم، لطفاً کش نده. دوستان حتما این اصطلاح یاد بگیرید. هر سوالی داشتین در خدمتتون هستم. لایک و سابسکرایب یادتون نره.